روبروی آینه ایستادی و به خودت داخل آینه نگاه میکنی. مثل همیشه صدایی توی مغزت بهت میگه کافی نیستی، زیبا و دوست داشتنی نیستی. به اون موهای به هم ریخته و ژولیده نگاه کن، به این چهره رنگ پریده نگاه کن، جوشهایی که مثل آلبالو روی صورتت سبز شدن و ازشون متنفری. و اون لحظه است که سری تکون میدی و با حسرت به خودت میگی کاش قیافه دیگه ای داشتم، کاش لاغرتر بودم یا کاش کمی توپلتر بودم، کاش پوستم رنگ دیگه ای بود و ای کاش هایی که تنها تو رو از خودت دور و دورتر میکنن. و هر کاری میکنی تا از نظر بقیه زیبا به نظر برسی، تا بلکه شاید با گفتن جمله وای چقدر خوشگلی از طرف آدمها خودت رو بپذیری. در کل زندگی ما می جنگیم تا بتونیم خودمون رو به آدم‌ها ثابت کنیم و نشون بدیم که چقدر زیباتر، پولدارتر یا باهوشتر هستیم. اما هیچ تلاشی نمی کنیم که خودمون رو به خودمون ثابت کنیم. ساعتها و روزها یا شاید ماه‌ها و هفته‌ها وقت می‌ذاریم تا چیزی از خودمون بسازیم که دیگران دوست داشته باشن یا جوری به نظر برسیم که مورد تشویق دوستامون یا حتی خانواده‌مون قرار بگیریم. دریغ از این که لحظه‌ای وایستیم و توی آینه از خودمون بپرسیم من چی میخوام؟ من چی هستم و کی هستم؟ ما دائما در حال کلنجار رفتن با خودمون هستیم. کلنجار رفتن برای تغییر دادن خودمون. ما کلنجار میریم با مژه هامون، با لب هامون، با پوست صورتمون، لحن حرف زدنمون، رفتارهامون و حتی چیزهای دیگه تا فقط توسط دیگران تایید بشیم. ولی آیا واقعاً این کارا باعث میشه حس بهتری به خودمون داشته باشیم یا خودمون رو دوست داشته باشیم؟ بذار باهات صادق باشم، مهم نیست که چقدر پول داری یا چقدر خوشگلی یا چقدر از فیلترهای اینستاگرام استفاده میکنی. شکی که درونت نسبت به خودت داری از هر چیز دیگه‌ای زشت‌تره. دست از قضاوت خودت بردار. ما ساعتها داخل اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و پلتفرم‌های دیگه بی‌وقفه میچرخیم و خودمون رو با عکس و ویدیوی آدم‌هایی که شاید ساعتها تایم گذاشتن و به خودشون رسیدن مقایسه می‌کنیم. ولی تا حالا از خودت پرسیدی که آیا واقعاً در پشت این همه عکس‌های پرزرق و برق و زیبا چه کسی پنهان شده؟ یا اصلاً مقایسه خودت یا زندگیت با اون چیزی که آدم‌ها از خودشون توی فضای مجازی میذارن چه کمکی به زندگیت میکنه؟ یادت نره همه موفقیت‌ها و جشن‌هاشون رو توی فضای مجازی پست میکنن و تو نمیدونی پشت صحنه چه اتفاقی افتاده. پس مقایسه باطن زندگی خودمون با ظاهر زندگی دیگران یک اشتباه بزرگه. ما دائما در حال رقابت و مقایسه ایم. مقایسه زندگیمون، مقایسه زیباییمون، انداممون، پولمون، شهرتمون و حتی خلاقیتمون. تو فقط یک بار توی این سن هستی و فقط یک بار این روز و این ساعت رو تجربه می‌کنی. فقط یک بار فرصت داری که امروز خودت رو دوست داشته باشی و آدم‌هایی که بهت حس ناکافی بودن میدن رو کنار بذاری. خطشون بزن، آنفالوشون کن و نذار بیشتر از این دنیا و آدم‌هاش بهت بگه که تو دوست داشتنی و ارزشمند نیستی یا برات تعیین کنه که اگر میخوای دوست داشتنی به نظر برسی یا مورد قبول بقیه باشی باید چه شکلی باشی، چه کاری انجام بدی و چه رفتاری داشته باشی. گوشیت رو کنار بذار و چشمات رو ببند و به این فکر کن که آیا 30 سال یا 40 سال دیگه اگر هنوز هم خودت رو دوست نداشته باشی چه احساسی داری؟ به این فکر کن که اون موقع اگر کارهایی که دوست داشتی انجام بدی رو نداده باشی چه حسی داری؟ اگر اون لباسی که همیشه دوست داشتی بپوشی اما از ترس اینکه نکنه یکی بگه بهت نمیاد نپوشیدی چه احساسی داری؟ قطعاً حسی جز پشیمونی نیست. ما همیشه فکر میکنیم زیر ذره‌بین آدم‌ها هستیم. وقتی یک لباسی میخریم دائما به این فکر میکنیم که ممکنه بقیه چه نظری بدن. دائما میترسیم که نکنه از نظر بقیه این لباس زشت باشه و ما رو آدم بدسلیقه‌ای ببینن. میدونی اگر بخوام باهات رو راست باشم هیچ کس اونقدری که تو فکر میکنی به این اهمیت نمیده که تو چه رنگ مویی داری یا چه لباسی میپوشی یا چه گوشی دستت میگیری. ارزش تو با اینها تعریف نمیشه بلکه قلب و احساساتته که تو رو تعریف میکنه.
کسی که به آدم‌ها میدی تو رو ارزشمند میکنه، نه قضاوتی که اونها در موردت میکنن. قول بده که همین الان بلند بشی و از وجودت در همین لحظه لذت ببری. مطمئن باش اونقدرها هم که فکر میکنی دوست نداشتنی نیستی. فقط کافیه خودش رو پیدا کنی. قبول کنی که هیچ کس، واقعا هیچ کس بی‌نقص نیست. من میگم هر آدمی زیبایی خاص خودش رو داره. حالا تو بهم بگو، اگر میتونستی جای جسمت روحت رو ببینی چقدر زیبا بود؟